just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Till I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Is enough. الویدا اکا جانم، من تو رو به سری ندیدم. حقت رو حلال بیکن اکا جانم، اکا جانم. بتول سمیعی است، خطرناک بوده. برادرش تو سرش من نشو. ای مجنون، ای سردارم، حال این مجنون را ببین. لیلیش گم شده است و را دیوانه‌وار میکنه. جمع بزن پشت را. بتول الو سردار، کالتکلاس رحمتی شد، وفات کرد. تمام فهمیدم.
برادر کجایی؟ در اینجایم. برادر جون، برادرم بتون سامی برم شد. تمام. اکام در کجاست؟ برم شد. تمام. آهسته. بمب است. از جویت نجو. برادر جون التجا میکنم وقتی مردنیتون نرسیده است. برادر جواب ده. برادرم چشمونت را کشو. الو یاری تجلی است. بمب کفید زود بیایید. یک انسان زخم وزبین برداشته است. نزد ساحل انبارهای نزد ساحل است کو. خونتو پیدا کنید زود بیایید. برادر جان برادر از تو خواهش میکنم مرا تنها نگذار. بگو کی بوده است؟ مرد یا اینکه زن؟ نایبش به من رسونید. کمیسر مگر اگون چیز شد؟ مگر او زخمگین شده است؟ نمیدونم اما از اینجا باید دارید. رفتیم برایید زود برایید. تو هم بر همینجا مونم. گذار اینجا برایید. از برای خدا او رو نجات دهید. زود باشید التماس زود باشید. برادر مرا تنها نگذار. برادر خودت رو از دست نده. التماس ماشین رو تیزتر بیرون برادر جان. انا من در نزد هستم. یاری دهید خواهش میکنم مرا از اینجا برارید. خواهش میکنم یاری دهید. زودتر کشید. زهرا رو پیدا کردید؟ آقای اکرم حالا زهرا رو نیافتم اما چه یافتم در حال به شما خبر میدیم. میلش خیر از تو خبر انتظارم. زود باش. پدر جان بابا جان همون پدر جان هیچ گپ نیست. خدا رو به دست گیرید پدر جان. نفس کشید پدر جان. زهرا مرده باشد چه؟ میلیس دخترم تو چقدر گپ زدی ایستادی؟ تمام پدر جان همش خوب است. آرام شوید پدر جان. برادرم طاقت میکن التماس میکنم. نجات مییابد. شوید جناب. یکان گپ گوید آخر. برادرم التجا میکنم مرا پرداختن نرو. تو چی چیزها را پس سر کردی؟ نخواهدم این را پس سر نکنی. برادر مرا تنگ نکن. چشمانت را کشه آخر برادر. بیتون لبای خوب است. بمب سوخته بوده است. یاسنم است. یاسنم من خوبم. زیاو بیتون چه خیره؟ بیتون خوب است. خاطر نشم کلتکل تو رو نمیدونم اما در یک انبار ترکیش سخت شده است. یک کس زخمی شده است.
بدونشون نمیدونم حال او را و بیمارخانه هیچ جا بتونم کم نباشم. بتون آروم باش بین هیچ گپ نیست. زهرا خوب است عقدم خوب است. ممکن است یزنا در کدام بیمارخانه است؟ تمام زود میآیم. زهرا و بابایت زنگ زن فراموش نکنی بسیار خواطر شده است. مایلش ما را میبرید. لبن به انبار نمیرویم و بیمارخانه میرویم. یافتم من نفهمیدم که این حادثه ها چی معنا دارن. لبن احمق نمیمونه که خوبتر فکر کنید. سردارم در اینجا هدفی اساسی کلتکیلس است. عادت گیره نکه خب کن. سردارم دختران را سقراط همچون دام استفاده بود. چرا؟ چون که قصاص جیانش اژدها را خواست که از کلتکیلس و خشو تبر و نزدیکانش بسیتاند. همین رو در خاطر بگیرید. کلتکیلس را به دیگر انبار کشانده در آنجا به جان او قصد کرد و فکرم سقراط کلتکیلس را کش. سردارم کلتکیلس را به دام افتاد. انیک جزکل شد. خدایا نکای من نباشد. ای احمق بیفهم. خاموش شو خاموش زبان شو. من را ببخش سردارم که از دهانم برآمد. نه کلتکیلس نمورده است. زنده است. کلتکیلس شاید اگر سوراخی افتاد است گریخته است. زود باشید احتمال زود باشید. زود باشید. رونق شوید. برادر التماس فقط دیگه برادر جون. استاد احمد خیلی تو چی کار کردی؟ احمد التجا میکنم بعد هیچ چیز نشود. من بی تو زندگی کردن نمیتوانم. احمد آرام شوید خانم جون. استاد احمد با قوت از انشالله که صحت میشود. خدایا تا با این قدر به هم دیگر مانندن. عینک هایش رو گیر جراحی را آغاز میکنه. صبحت بخیر باد. صبح بخیر خاله نالان. شما چی خیلی؟ دیگر چی خیلی می شود. تمامی بدنم را خنکی زده است. خدا به شما شفا. آمین. تو هم شفا یاب. روزتون سلامت باش. پسرم ماشینت را عوض کن. آخر هر روز احوالت همین است. شب و روز ماشین را تیله میکنی. از تیله کردم تو خسته نشدی مدام. با خدا که خاله نالان من از او از من راستی از یک دیگر راضی. خدا از شما راضی باشد پسرم. التماس حرکت کن. بچه ها ماشین استاد احمد باز ویران شد. مجبوریم تله میکنیم. نه بیزار کردی. باز بگوید ماشین رو تله کنیم. بچه ها بیاید ماشین رو یک تله دیم. تا انا همون ایستگاه آنقدر دور نیست کن. استاد از خونه اومدی ماشین تله کنی نکن. پسرم یک ثواب گیراخی دایی مینالی تو. استاد بیزار کردید برن ماشین کنن و عدیش کرد رفتیم بچه تله کن. رفتیم همین هم خور شد استاد. آخر این کار با ما هیچ چیز نداره. اگم نزنه تله کنه. نخود دختر ماشین تله کند استاد. آهسته تمام. خیر بچه استاد همین ماشینتون را التماس عوض کنید. پسرم مگر این کار نشده است؟ آخر این نبست. خیر روید زنگ زن. زود بسیم روید. زود باش.
مالش كانت ازش کمتر شده است ای بیزار کردی دفترم بوده نرس مرور رو از این گفته این امتحان از کجا برآمد من هیچ تیار نیستم من هم امام با این سوالو چه خیلی جواب میدی همه بین پرگل که تیار کرده استاد ها مرا گفت از استاد احمد خوش رو پرسید جواب رو با شما میگوید با تو چی؟ شاید من با استاد خودم رو شیرین کرده ایستادم. تو چیکار میکنی؟ مگر با فوتبال نمیرویم؟ آخر امتحان داشتیم. خیر؟ چی خیر؟ بیا میرویم استاد احمد ما رو هیچ چیز نمیگوید. ها انشالله. عشقم تو پروا نکن. خانم ایزگان؟ استاد احمد؟ السلام. چی؟ من حالا هم جواب شما را انتظارم. بخشیش کدام جواب؟ کدام جواب میشد؟ البته جوابی آیله داشتوی تکلیف کرده بودم احمد جان من لیکن فکر کردنم رو به شما گفته بودم آخه خب پس نباشد من به صبرانه انتظار مایلش احمد جان استاد احمد درسای خوش استاد به شما هم درسای خوش تشکر تلفن من هم زود بچه ها کنی با جایتان گذارید استاد روزتان بخیر و شادی بود روز بخیر بچه ها زود گذارید روز درس میخونیم شما را بیا درس نخونیم استاد این ورقه های امتحان را تقسیم کن امتحان را آغاز میکنیم زود استاد نگیریم نمیشود چی را نگیریم امتحان را استاد دخترم بیایید بیهوده گپ نزن بشین خدا با شما فهمیش خوب نزد پسرم در کجا میگردی؟ گذر امتحان سر شد استاد برای دیر کردنم عذر میپرسم اما یک گل بچه با بالای درختی در باغچه بوده برآمده است گفتم با او کمک کنم برای همین به درس دیر کردم نخواهد گل بچه در کجا؟ در باغچه استاد در بالای درخت خواستم با او کمک کنم اما نتوانستم پایش در بین شاخه محکم شده است حالا هم در آنجاست؟ در آنجاست استاد از سببی که بالای باد برآمده بود من با او کمک کردن نتوانستم بیا با همین واسطه رویم که با فوتبال نباشه دیر میمونیم استاد لبه استاد چون من با ورقه نگاه میکنم گربه پیش چشمم میآید یعنی آخر حیوانی بیچاره در بالای درخت مونده است ما در اینجا امتحان میسپاریم بله استاد گربه را به حال خودش گذاشته نمیتوانیم استاد من در این حالت امتحان سپاریده نمیتوانم دست و پایم را بینید چه خیلی میلرزد مگر نگفته بودید که اگر حیوانات ها به مشکلی گرفتار شده باشند با کمکشان رویم گناه است بله استاد یاری کردن با حیوانات ها شرط مگر فرض نیست نگفته بوده استاد به خدا که نرویم او بول است خیلی بول دست گذاشتن گفتم بود کو آخیر بچه ها بینید یعنی البته در دینمان به آنهایی که به مشکلی گرفتار شدن کمک کردن البته این فرض است شما در اینجا بی آواز به امتحان تیاری بینید کنی بچه ها کامران رفتیم پسرم گربه را نجات استاد مگر این برای ما فرض نیست ما هم میرویم استاد گربه در بالای درخت باشد اینجا ما امتحان کنیم این خیلی نمیشه بله استاد ما هم با کمک گربه میرویم همین خیلی برادران بله استاد ما عزیز ما محروم نکنید التماس لطفاً راست میگم استاد خب بچه ها این خیلی که باشد کنی بیایید استاد من خواستم با او کمک کنم اما بسیار بلندی بعد که برآمده بود من نتوانستم در کجا انا در بالای اون درخت کنی بیا در کجا انا استاد بینید رو بیا میگویزیم اکنون استاد برایت بعد میرویم بیا رویم آخر دیر میشود نمیفهمی حکیم لبه استاد تو چیکار داری؟ استاد گربه را نجات میدیم کنی یک طرف است یک طرف شما به من امانت هستید اما استاد باز نرفتی این را بیدار بسیارم بین از امتحان خلاص شده خورسانی مکن امتحان رو حتما از اون میگیره مگر تو نمیبینی که فکر و خیالش چه خیلی با گروه هست کنی من را برداره استاد آیسته
پایم استاد با دقت باشید احتیاط کنید ای خوبم بچه ها خوبم ای خودی میافتن استاد احتیاط کنید استاد محکم بزنید استاد با دقت باشید استاد باش با چی شد خیزید استاد خیزید استاد چی شده باشد یا خدایا خوب فوت کرد میگویم امروز چی شد میدونی؟ با بیمارخونه دو آدم آوردن با همدیگر آنچنان مانندن که حالا آنها رو به جراحی میدارونن. آخر در فیلم ها دوگانی کار رو نشان میدهند که با همدیگر سخت مانندن. بگو با کجا رفتن امان رو عمیق کردی؟ چرا؟ آخر وعده داده بودی. چی خیلی از من جدا میشوی؟ چی؟ مرا فریب کردی؟ با آن دختری مویزد ها؟ خدا تو رو زند دیگر به من هیچ زنگ نزن احمقی پستی بلحوث. همه مردها انا میخیلن. باز به من زنگ زده مرا فریب داده نشان رو میگوین آدمی پس. باورم نمی آید. همه تون پست هستی تو هم پست هستی. برید او رو دفع کنید از پیش چشمم نبینم. شوکت اکم چخیل است. شوکت من هم نمیدونم به تو با جراحی در آوردن زبان و رویش دریده بود. خدایا اکم رو نگهبان باش التجا میکنم. خدایا ما هم یک دیگر رو یفتیم التجا میکنم او رو جدا نکن خدایا. بیتول جون آخر با جراحی در آوردم اکر خوب میشود. تمام خود را به دست بگیر در حقش دعا کن صحت میشود. کنی اینجا بیا خس آیا اون بیشرف در کجاست ها؟ در کجاست اون بیشرف؟ در حقیقت اون انبار ترکید ها؟ قطع کلاس در کجاست؟ در آنجا رفته بین سر رویش پاره گشته است. دهانش پر از خون است. برادرم در آنجا مرده ایستاده است. تو چه میگویی؟ مگر تو دیل داری؟ الیا اونال بس هست. دعا بکن که نمیرد. او را من میکشم با دستان خودم میکشم. آخران بار به تو میگویم به حالش گذار برادرم را. بسیار گپ نزن. وضعیتش معتدل است. او را به حجره دیگر برده میتوانیم. مایلش جنابی دکتر. نزدیکان احمد شمشک هستند. استاد احمد چخیل است جنابی دکتر؟ خوب است؟ با او چیزی نشده است؟ مگر مرده است؟ نه این خیلی نیست. جراحی خوب گذشت. حالا همش خوب است. اما یک چیز است. حالا هم با پرگی خطر رو پس سر نکرده است. با اینش هم شد. احمد برای هر چیز زودتر بیدار شدنش اکنون دعا کنید. استاد احمد کی بیدار میشوند؟ شاید یک چند ماه پس، شاید یک سال. این را عمیق نمیدانیم. همش در دست خداست. احمد جانم، استاد احمدم، زود بیدار شو. آخر من تو رو انتظارم. چه خیر
وضعیتش خیلی در جراحی است. ما هم انتظاره. بیا ینگه اینجا شید. نه نمیشنم. جراحی و بیمار خیلی خوب گذشت. تنها زبانش دریده بود. شاید دیگر گپ زدن نتواند. احوال این بیمار باشد بسیار بد است. اگر این رو نجات داده نتوانیم پس زبانش رو گرفته به زبانی او میچسبانیم. او گپ زده میتواند. آوازش کمی تغییر مییابد لیکن خونروی حالا هم دوام دارد. خونش بسیار رفته است. حالا خون در کار میشه. به او 5 لیتر خون گذرانیدی. باز گذرانید. نفس کشیش گم شده ایستاده است. نبض دلش سوز شد. دیگر بیفایده است. نام میت زیا بلگی. وقتی وفات 15:30. نزدیکان زیا بلگی هستند. وفات کرد. السلام علیکم. زود باشید. برادرم جای جنت شد. برادرم استاد جانم اکنون به تو چیکار میکنم استاد؟ سوال هایم را از کی میپرسم؟ مرا تنها گذاشته رفتی استاد. خدایا مرا و جماعتم را از دست این داملای ساخته خلاص کردی. والله باللهی که قربانی کرده و تمام این مردم محله تقسیم کنم. برادرم چرا مرا تنها گذاشتی؟ بیا بیا برادر، بیا با اون طرف گذر زود، با اون طرف گذر. محترم جماعت، بنده گناهکاری در این تابوت خوابیده را به رحمت خدا و شفاعتش روان میکنیم. شما به این بنده گناهکار آیا حقتان را حلال میکنید یا نه؟ باوری دارید؟ انیق حلال میکنید. حلال میکنید. خوب فکر کنید. من حلال نمیکنم. من نمیبخشم. ای خدا تو را زند ساختگانی ابله. آمین یا رب العالمین. سردارم میخواد نکنه. این کارو نکنه سردارم. اما میدرویم. آخه سردارم میتواند با مچه در آمدن ممکن نیست. سردارم با بوله به خدا. اما با نیت باشید. الله اکبر. زود باش.
باشه. احاطه کنه. اطراف رو احاطه کنه. تو اصلا چی کار میکنی؟ سردارم چی کار میکنید؟ اینقدر مردم در اینجا نماز جنازه میخوانن. از بنای خدا این کارا نکنید. این گناه عظیم است. انیق این کتکیلس است. چی؟ کمیسر چی کار میکنی؟ مگر سوی مرده سلاح دراز میکنی؟ کاری تو چی؟ چکل کار من چی؟ اکه اونال از برای خدا این کارو نکنید، گناه است. یا ملاکنی تو بیرو کشا. منی در کجاست؟ نفس گیرکش در کجاست؟ بخشی شکه اونال چی خیلی نفس گیرک؟ اسبابی نفس کشی. که اونال چی خیلی نفس گیرک؟ مگر مرده ها نفس میکشن؟ شما رو آفتاب زده است. یک گم شب بسیار گپ نزن. سردارم من فهمیدم که درباره چی گپ میزنن. آیا کینو از کو وقتی که آدم بهوش خواب است نفس سونی میتن کن نفس گیرک از لای تریزه میگیرن میمونن. برادر اینجا فیلم بناور نگرفته ایستادن. اینجا جنازه است. التماس که اونال آدمو تا بگی برای اگر این هیلتون میگذرد اوی اسبابی نفس گیرک در کجاست میگویم. برادر کمیسر مشکلی نیست. من شخصا خودم تفتیش کردم. اگر نفس گیرک می بود او را خودم از دهان و بیلیش می گرفتم. توبه کردم خدایا. تو چی کار کرده ایستاده ها؟ تو حقی تحقیر کردنی برادری منو نداری. از اینجا رو زود از اینجا رو زود رو گفتم. یزنه شما در بین جنازه چی کار کرده ایستاده اید؟ شرم نمیداری؟ بیا بار کنیم. بیا دو ملایت طرفی. سردارم بس است آخر. اگر نم نفس کشک سونی در کار کی باشد از بودار چند قدر که در کار باشد خرده میارم. رفیقان سیلا را پایان کنه زود باشو بچه را. ما نماز کلتکرس رو میخونیم میایم. اکنون بنیاد این جنازه این رو نمیخونم. لوین چی گپ است؟ سل شما مامی چه؟ صفها را راست بکنیم. مرحمت به نماز جنازه. همه بنیاد باشد. الله اکبر. بیدار شد جناب دکتر. این معجزه است. به خود اومد. شکر خدا. بیچاره 1 سال شد که خواب بود. خدا شفا دهد جناب احمد. جناب احمدش کیست؟ با من چی شد؟ چرا من در اینجایم؟ جناب احمد لطفاً آرام باشید. شما باید استراحت کنید. از برای خدا آرام باشید. فراموش خاطره‌تان گذرنده است. خدا خواهد خاطره‌تان برقرار می شود. خاطرم؟ بله. با خاطرم چی شد؟ پس چرا خاطره مرا گرفتید؟ برگردانید. چرا من در اینجایم؟ چی شد؟ چرا هیچ چیز را به یاد ندارم؟ فراموش خاطری را پس سر کرده ایستاده.
روزهای نزدیک خاطراتون برقرار من میشود. کیستم؟ جناب احمد. من کیستم؟ آرام باشید، آرام باشید. نام شما احمد شمشک. احمد شمشک؟ بله. از سببی که از بالای درخت افتیدید خاطرات از بالای درخت افتیدم؟ کی؟ دین امروز کی؟ 1 سال شد جناب احمد. 1 سال میگویی؟ زهرا جان التماس. سلیم من چی کار کرده ایستادم؟ مردنی آن آدم رو 1 سال نشده است و اویله دار شده ایستادم. زهرا جان میدونم اگر گویم قهرت میکنم. باید حق است که تو رو مجبور اویله دار میکنم. یعنی 1 سال است که با خیال یک آدمی مرده زندگی داری. زهرا جان کالتاکل است وفات کرده است. او دیگر زنده نیست. ولی تو باشی زندگی داری، باید حیاتت رو دوام دهی. هم ایکو تو رو بسیار دوست می‌دارد. چی دانم؟ شاید با گذشته وقت تو رو دوست داشته عاشق شوی. چه خیلی عشق سلیم، چه خیلی عشق. من عشق حقیقی در حیاتم داشتم رو گم کردم. دیگر به هیچ کس عاشق شده نمیتونم. گرچنده که ازدواج کرده ایستاده باشم هم دلم این رو نمیخواهد. یک سال در اینجا خواب کردم من ها؟ یعنی زندگی نکردم ها؟ خوب او مگر من یگان خیش اعتبار ندارم ها؟ من 1 سال میشود که تو رو انتظار بودم. خانمی همشیره این کیست؟ جناب احمد خاطرش را گم کرده است خانم. چی؟ ای احمد این رو یک جای پس سر میکنیم. امیدت رو از دست نده. یک جای خالی میبرویم. لازم نیست خانمی همشیره. این بدبخت کیست؟ خانم میشگان 1 سال دراز در نزد شما بود جناب احمد. خانم میشگان. یا خدایا مرا هم نشناخت. خانم میشگان انشالله همسری من نیست. انشالله با نزدیکی همسرت میشوم چون که تکلیفت رو قبول کردم. بله 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 بله. لوینت آمدی؟ مغازه فتحو. از این معلوم میشه که لوین زن میگیرد. همین خیلی نیست. بله مغازه فتحو، ولی من تو رو به اینجا دعوت کردم. تمام یگان گپ گفتن لازم نیست سیلا جان. من از چشمانت فهمیدم که شما چی گفتن میخواهید. بخشش لیو جان، من نفهمیدم تو از چشمای من چی رو فهمیدی؟ تو حالا هم حسیت رو با من آشکار نمیگی سیلا جان ها؟ کامپوزیتور بله موسیقی را بالا کنید. لوین این دختر زیبا رو از جا پیدا کرد. خب برادر لوین جان روزی بگ همین تن و نفس خدا با سیلن جان میبخشید و زنی قبول میکنید. بله پوچه ما لیو جان تو تماما وضعیت رو خطا فهمیدی. من با اینجا بین برای زهرا آمدم. چی؟ توبه بسم الله استغفر. بیا عزیزم. یعنی خانم زورا مردن کلتکلت 1 سال نشده است اما شما ماشاءالله شوهر دوم پیدا کرده در رو شوهر میکنید. چی؟ لیوین خاموش نمیشه. خیر تمام کلتکلت مرد اما خاطرات او رو هم کشتی. گوش کن سلیم، اگر منم وفات کنم مثل خدا رحمتی کلتکلت شما هم رنگ همین زورا خاموش شو لیوین. خاموش نمیشینم. اگر من هم بمیرم خدا نشان ندهد تو هم مثل زورا شوهر میکنید. ها مرا
حالا کریم‌های قبر نخوردن، حالا استخوانم لوین خاموش. حالا که کریم‌ها بدنم رو نخوردن، استخوان‌هایم پراکنده نشدن، در بالای قبرم سبزه ندمیده است. تو هم دویده در آغوش اون کس می‌داری مثل خانم زورا. لوین بس کنه. خدا تو رو زند لوین. بیامانه در حق شوهر مرد است. تو چه ها گفته ایستاده‌ای؟ خیر مگر نمی‌بینی دختر در چه احوال است؟ من و بابای اکرم برای ازدواج او چه کارهایی نکردیم. تو باشی در اینجا چی چیزا گفته ایستاده‌ای؟ این خیلی بگو سلین جان. من فکر کردم که اشک شادی میریزد. بازی من آرام میکنم. لوین تو فقط خود من در آرام کردن دخترها بسیار تجربه زیاد دارم. بازی نیست. خانم زرا، و فکر من این قرار شما بسیار عالی جناب است. مرا ببخشید و گپ‌هایی که کمتر پیش به شما گفتم بدیل نگیرید. کرتکل از دیگر نیست. وای مرد. شما باید فقط با پیش حرکت کنید، با پیش. بخشی که در توی شما و کرتکلت اشتراک کردن نتونستید، اما در این تویتون وعده میدم که اشتراک کرده خدمت بسیار من در اصل در توی شما و کرتکلت بسیار اشتراک کردن میخواستم، چون که برای من کرتکلت شیرین‌تر بود. میلاش کرتکلت از قانون میگریخت و یک دوست بود، اما برای لوین اون مردک بود، مردک میمونه. کرتکلت آدمش بود. لوین و شما با هم دیگر بسیار زیبنده بودید. لوین مگمونم دیگر چون شوهر رو پیدا کردن میتونید. او شما رو بسیار دوست می‌دارد. شما رو میخدر دوست می‌دارد که حتی جانش را فدا. من با خدا گفتم که شما رو تنها مرگ از هم جدا میکند و شما رو مرگ جدا کرد. کلت کلاسه یا چاقت بکنم خانم زرا. از برم کلت کلاس دلت شو کرد استای. ای بسیار در هیجان هستم. عاقبت از بیمار خانه میبراید. بله ها. این شیم و کاستوم مگر از من هستند؟ در تنم کمتر کلان. آخر کمتر خراب شدید جناب احمد، اما من شما رو نگاه میکنم. شما رو با حالت اولا به نمود پیشترتان میرسانم، خواهدیر نشوید. نه لازم نیست، سلامت باشید. از این بعدش رو من خودم حل میکنم. رحمت. مگر این خیلی میشود استاد احمد؟ مگر من شما رو در این حالت تنها میگذارم؟ اما لازم نیست. السلام. دکتر جزدان و شناسنامه و کلیدتان رو گیرید. تشکر زیاد. دکتر این خاطره یعنی خاطره من عجب و کی برقرار می شود؟ چقدر وقت می کشد؟ در باره آن چیزی انیق گفته نمیتوانم. بینید، حالا ممکن است نزدیکانتان را، نام آنها را، کاروبار آنها را به خاطر نآورید. حتی معلومات های آموخته اتان را، هرچی را آموخته شاید به یاد نآورید. اما اگر کارهای تا به امروز کرده اتان را تکرار به تکرار اجرا کنید، وقتی به خاطر آوردنتان را زودتر میکنید. فهمیده؟ خدا شفا دهد. خدا شفا دهد جناب احمد. براتون پنج احمد این رو یک جای بستر میکنیم. رمزهای خاطرت رو من حل میکنم، با تو بازی های ذهنی میکنم. همه چیز رو به یادت میارم. از همه اول عشقمان رو. عشقمان رو؟ تو هیچ خاطر نشو. اما یک اینجا بیا. این حالتی گم کردن خاطرت رو هیچ کس نفهمد نباشد، دیرکتر تو رو به نفع روان میکنن. وعده میدیم تنها تو و من این رو میدونیم. هیچ کس گم کردن خاطرت رو نمیفهمد. رفتی بچه استاد آمد میمید. آنادی طلبه باید با پیشوازی تو اومدن عشقم. در حقیقت من آموزگار بودم. بین دیرکتر هم کرونا هم اومدن. همکاران؟ دیرکتر؟ مگر تو هم آموزگاری؟ بله آموزگاری فلسفه هستم. اما خاموش شو، این سی رو بغیر از هر دویمون هیچ کس نباید دونه. تو به هم کرونا طلبه باید تبسم بکن، بس است. بخند.
رفت. چی کار میکنید بچه؟ مرا گذارید با زمین کنید بچه ها، با جایتون گذارید. استاد ما را بسیار ترساندی. شکری خدا که شفا یافتی، وگرنه ما را از وظیفه هم سر میکردم. خدا شفا دید جنابی احمد. رحمت است. زنده باشی استاد. رحمت است. استاد از دیدارتان شده. تشکر. استاد جانم، انا میبینید استاد احمد چقدر با مکتبمون عزیزه. دیرکتوری مکتب حتی به اینجا تشریف آوردن. جنابی مرتضی، من هیچ در خاطر ندارم. کلمه معلم شدم. ایوان است نکنید تو بس مدام ببین معلمای میشگان با استاد احمد چه میگرن. دید؟ این واسه بیاک دیگر دارن. بخشش معلم. استاد باور کنید شما رو بسیار یاد کردیم. به شما صنفمون گوریستان بود استاد. میرابین استاد وقتتان رو نگیریم، به خانه‌تان رفته استراحت کنید. دوامش رو خدا خواهد در مکتب صحبت میکنه. مکتب در کجاست کنی گویی؟ استاد احمد هر چیز زودتر برای به مکتب رفتن به طاقتی کشید. همین خیلی استاد. بیایید من با ماشینم شما رو میبرم. مرحبا. گل ها رو با من دید. تشکر عزیز. نه بچه‌ها شما با خانه بوشه در مکتب ما میخونه. بچه ها زود به خانه هایتان رو زود باشید. استاد احمد با شما وزمی نشود گفته امسال صنف‌های بالایی رو دادیم. چی رو دادی؟ این را هم بگو پورا میشه. من آموزگاری کدامتانم. سلامت باشی. استاد احمد هم برای درسهاشون بسیار در هیجان بودن که کی سر میشوند. همین خیلی استاد احمد. این در باشد میرویم. مرحمت. اینش از کجا بابا؟ خاطرم رو گم کردم، گفتم اگر خودش را به من چسبانده است خدا زنت. هیچ مقالم نشد. بسیار زیخم سر دارم. خوزی رفته جنایتکاران رو دستگیر میکنه، باز تبم بولیدن میگردن. خیلی شو که بشکن نبرآمده بودیم. لوین بعد از کالتکل از کار را مزهش نمون. از این کار دیگر هیچ لذت نمیکنم. سردارم حالا کالتکل زیر خاک است، چیکار کنیم؟ با زیر زمین در آمده آن رو پیگیری کنیم. لوین میدونی دلم میگوید که آن بشرف باز نمانده است. سردارم این خیلی نگوید. آدم مرده رو با خوبی یاد میکنن، مگر بیشرف گفتن با شما میزیبن. درخت رو دعا کنید، او رو با نیکی یاد کنید که گناه عظیم است. گناه است گناه. ای بیامونه سیندرومتون اوج گرفت. این سیندروم اونان است. توبه گوید سردارم، توبه. قل هو الله رو خوانید سردارم، قل هو الله. زنده کی زنده است سردارم؟ التماس آرام شوید. یکی میشود کالتکل زنده است. سردارم شما بیمار شده، بیا بهتره شما رو به بیمارخانه برم. به بیمارخانه. چی خیل بیمارخانه؟ وای زنده است. سردارم مرا ترسانده ایستاده سردارم. ای پسر وای زنده است. آخر با چشمان خودم دیدم در داخل ماشین بود. را پیگیری کردن لازم است. سردارم چیکار میکنی؟ استاد باید به محله رویم این طرف. تو چشم محله حادثه تو رو بگذار آدم را از دست میگیره. شاید دوگانی کش باشد، هر آدم دوگانی خودشو دارد. خب چنان میذارم که عینک‌ها در چشم میدروید. سردارم شما میدونید که یک آدمی مرده رو تعقیب کرده ایستاده. شما جنایت کرده ایستاده. علاوه بر این وقتی کارمند پلیس رو شما گرفته ایستاده. ای احمق دمت رو گیر گفتم. احمق بفهم و تو میگم کالتکل رو دیدم. سردارم شما دیگه کار ندارید، فقط کالتکل است. یانگه هله باشه از باره کالتکل شما رو ترک گفته به خارجه. کالتکل است مور روزش نمیدید در امو گور قرار بزد. دایم کالتکل است. خب کن از پشت تو ماشین رو گم میکنم. استاد یک ساله اجاره پولیتون رو پرداخت کردیم. بقیه معاشتون رو باشد با کارتتون گذروندیم.
نتوانید استفاده برید. سلام امیر. به خانه‌تان رسیدیم. خوب به شما استراحت خوب استاد. خدا خواهد در مکتب ببینیم استاد احمد. البته. جناب احمد جان، پگاه در مکتب ما میخوریم. نباشد با اجازت شما میفرمایید. مرحمت. احمد تو بازدید؟ میبینیم. اوف، در بین محله مرا پرتافته رفتنده. خوبی کردند خواستید پره خوبی کنید دفتران سراغه خانم را گفته بعد میرفتید. اوف، اون زن باشد گویا با من کمک میکرد. فیلسوف هست که فیلسوفی کرده رفت. اوف، من معلمی چیم در این مکتب کار میکنم یک متشون نمیدونم. به فکرم این خانه نیست. اینجا هم نیست. سردارم متاسفانه گفتم میتوانم که ماشین را گم کرده. کجا شد؟ این آدم کجا غیب زد؟ دیدم آن آدم را با چشمانم دیدمه. سردارم کرتکلس مرد او را گور کردم آخر. لوین چی گفتی تو دی؟ من وی را با چشمانم دیدم. بیچاره زنده است. سردارم گوش کنید. بازیر من و شما باید از پس سقراط علیه لعنت باشیم. مگر شما نمیفهمید که سقراط کرتکلس رو به قتل رسون؟ ما باید از پس سقراط باشیم نه از پس کرتکلس. سردارم این کاری که شما میکنید هیچ معنی نداره. خاموش شو. از روی تو من وی را گم کردم. سردارم به محله که حادثه شده است میرمی؟ بله میرویم لوین. و فکرم خانه ما این نشست. خرسند شدم بسیار. لبایی چی میخوری شما؟ چه عجبا اینجا خانه احمد شمشک است؟ مشکل احمد اینجا خانه ماست. بخشش بسیار خانه زیبا. چشم نرسد روزهای خوش نباشد. یک سال می شود اشکانت خشک نمی شوند. اکنون باید به حیات برگردی. نمیتوانم سمی. نمیتوانم. حکم را بسیار یاد میکنم. از روزی او را از دست دادم. خودم را هیچ خرسند حس نمیکنم. هیچ. شاید این کمی باشد تو را خرسند میکند. این چی است؟ تو را از عقد خواستگاری میکنم بتون. در حضور او، در شاهدی او با من اویله‌دار میشوی. من همین با فکرم اشک شادی میریزی. این دفعه با من بله میگویی ها بیتر؟ مگر همین اشک شادی هست؟ بله. چی تو مرا مسخره میکنی؟ من از غم مرده ایستادم تو مرا مسخره میکنی؟ بیرو از اینجا. بیتول ای کلتکیلاس بلازنت وقتی مردنت رو یافتی ها؟ میمردی که بعد از توی منو بیتول میمردی. گرچه هنگامی زنده بودن تو یک بلای سرم بودی. خدا رحمتت کند. هیلی جان گوش کن. سوال دارم بپرس جواب میگویم. تو از اون دامادای دیوانه هم سوال میپرسی. او جواب میداد. از من هم بپرس. من جواب میدهم. ببین اگر از من سوال نپرسی جماعت به من آنقدر اعتماد ندارد.
домулои девона, ман аз домуло зиёд савол мепурсам, аз ту намепурсам. Маро ба ҳолам гузор, чиҳо мегӯи ту? савол деҳ писарам, савол деҳ. бин бубин. як лаҳза сабр кун. аз ман савол мепурсуд. саволотро мепурс аз ман. аз автобус нафаромада ҷавоб мегӯям. ман аз шумо савол намепурсам. равед аз ин ҷое. намешавад бипурс. ба ӯ ҷой диҳед ака. не нороҳат нашавед. бипурс. чанд сум шуд ака? як лаҳза, ман пули байда дорам. ман худам роҳгирона медиҳам. ман аз шумо пул намехоҳам. чиҳо мегӯед? равед аз ин ҷое. як лаҳза ронанда. худоё тавба. саволатро бипурс. биё савол наде илтимос. сабр кун, исто. нагурез. ё худоё тавба. чаро ба ман часпидааст? маро безор кардааст. истодиё, чаро маро дар ин дунё танҳо гузошт? истодиё, худоё ба ман кӯмак кун. ин девонаро намефаҳмам. мегӯяд аз ман савол. чаро ман аз онҳо суроғи хонамро напурсидам? ман хонаро аз куҷо меёбам? як ба як бо ин калид дарҳоро кушода наметавонам. ин хона дар куҷост? хона дар куҷост? ҳоламро бубинам. сайру гашт карда боз ба ҳамон ҷо омадам. дар куҷост ин хона? аҳмадҷон, хуш омадӣ писарам. аз дидорат шодам. раҳмат. дар беморхона буданат хабаргирӣ рафта натавонистему, аммо дуоҳое ки ба ман омӯхтӣ дар ҳаққат шабу рӯз мехонам. илова бар ин хонаатро ҳам нигоҳубин кардам. хонаамро гуфте? бале, нигоҳ кун. ана бубин чӣ гуна зебо шудааст. шавҳарам гул бар ин хонаатро нигоҳубин кардааст. аз мо розӣ бош. раҳмати калон, дастатон дардро набинад. ташаккури зиёд. намеарзад. хуш омадӣ писарам. хуш боше. майлаш. ягон хизмат бошад гап зад. ташаккур. вай хонаамон ҳамин ҷо будааст. ба худо бисёр хуб нигоҳ мекардаӣ. бисёр мисли гул нигоҳ кардӣ. раҳмат. خانه من همین جا بوده است. مگر در اینجا زندگی میکردم؟ مایرش بد نبوده است. وای اوهو، این کیست؟ این را بین. مگر این منم؟ فو، از راستی من بدرو بودم. مگر موی سری من همیشه میشه؟ قد و قامت رو بلا زندم از شمشیر. اوف، این صورت رو از اینجا گرفتن هم لازم. این چیست؟ باید خوب، من این رو چرا بینداختم؟ چشمان من بسا خوب میبینم. عجبا، هنگامی سرم به زمین برخوردن بینیشم برقرار شده باشد.
2 روز بعد آیله دار میشوی. این چی حال است؟ اکنون خودت را جمع بکن. از آن کلتکی لحظه که 1 سال ما را فریب داد عقل و هوشت را دور بکن. بابا جان لطفاً درباره او این خیلی گپ نزنید. بین حالا هم او را پشتیبانی میکنی؟ دامولا پنداشتیمش دوست برآمد، دامادش پنداشتیم ساخته کار برآمد. این حال را بین دخترم آخر. بابا جان چند بار دیگر به شما بگویم زیارا به این ازدواج من راضی کردم. کلتکی لس بودنش گناهی تو زورا. او را دامولا زیا گفتیم، دوست داشتیم، حرمتش کردیم. آدم کلتکی لس برآمد. گوش کن زهرا، تمامی مجبور کردن من برای خوبی توست. ای کت را من از خوردیش میشناسم. اگر از تو را خوشبخت کردنش باور نمی داشتم برای خانه‌دار شدنت مجبور نمی کردم. من دیگر خوشبخت شدنم رو فکر نمی کنم بابا، لیکن می سنجم، به خاطر شما می سنجم. بهترین، بسیار خوب، بسیار خوب. تو یک تای من هستی، یک تای من هستی، یک تایم. حالا خانه‌ات را آباد بکن، بعد کار را سر میکنی. 1 سال شد که به جای کارت قدم نمانده ای. همین خیلی من کار کردن نمیخواهم. چی نمیخواهی؟ من تو چی فکر داری که من چرا به این ازدواج تو را مجبور کردم؟ خودت را جمع میکنی، به کارت برمیگردی، مانند پیشین یک زنی بسیار زیبا میشوی و پیش راحت گشاده میشود. روزهای نیک تو را انتظار است. آن کلتکی لس گفتنی آدم را اکنون فراموش میکنی. سلام علیکم بینندگان عزیز، من تشریف خلیلوف هستم. نمایش دوم برنامه رهبره یعنی که راهبرا را از استودیوی کران فیلم پیشکش شما میگردونیم. تماشا کنید، حلاوت برید. خیلی دوستان عزیز، گفته و مردک ما میده میده حرکت میکنیم، نوارهای عجایب روی دنیا رو برای شما پیشکش میکنیم. همین خیلی نیست؟ خب بینندگان عزیز، آغاز میکنیم، صحبت میکنیم، چکچک میکنیم با شما راهبرو. بینندگان عزیز، شما در خاطر داشته باشید اگر وقتی که کودک بودیم، 1 ساله بودیم، 2 ساله بودیم، در دههای کنو واسه در کجای زندگی میکردیم نمیکردیم، وقتی که پدر و مادرمون یگان خونه خیش تبار مهمانی میرفتن، وقتی که ما را کودکی مایدکی بودیم 1 ساله 2 ساله نمیبردن مهمانی قدشان، ما چقدر داد میگفتیم، چقدر گریه میکردیم، وای داد میگفتیم و قصد جغس میکردیم که ما را همراه تون ببرید. دریا داری برادر؟ کسی دریات نداره این لحظه را ببینه که ایام دوره کودکی چقدر شیرین بود، که چقدر گریه میکردیم پیش پدر و مادر. همین لحظه مانند همون لحظه ها هست. یک چند پیش سفر کردم طرفی جمهوری مردمی چین یعنی که خیتای تماشا کردم، خیلی حلاوت بردم و یک باغ حیوانات رفتم تماشا کردم، بسیار باغی کلان. در همون باغی کلان همون میمونه که در کودکیش ای قفای صاحبش خدر گریه و ناله کرده گریه میکرد، اما در همون باغ حیوانات دیدم. بسیار هوا بلند، فکرش چخ، در تنش بروک جنس پوشیدگی که بسیار کارهای بیشتر میکرد. یک چند لحظه نوار گرفتم، این یک لحظه تماشا کنید. 1 2 ใครตอบอ่ะพร้อมไหมเนี่ยคีสยิ้มล็อกกอดหอมแก้ม
กระโถนไม่ได้ آنها دیدین خیلی کارهای بیشرمی کرد. میمون این طرف فریاد کردم 3-4 شب پلاقش زدم. گفتم این خیلی کارو تا نکن. در این میدکیت چی بدی؟ انا اوزی چی شدی؟ اینا گفتم دوری همون میدکیت نوارش نشان دادم. با من نگاه نمیکنه. گپ نمیزنه. گفتم یک بار دیگه این کارو تا تکرار کنی همین نوارت در اینترنت میفردم. تمام میمونا روی دنیا میبینن. شرمنده میشه. دیگه کلات برداشت نمیتونی. بوری کی چیز تا بدر میکنی. اهمیت نداد دیگه قهرم کرد. همون نوارا در تمام سایت‌ها پرتاختم. تمام میمونا روی دنیا زیاده چند میلیون میمون تماشا کرد. مهمانخانه که ما زندگی میکردیم بینندگان عزیز در پیش همون باغ حیوانات بود. سفری ما پیشید گفته مردک وقتی که چیپتم خریدیم پیش از آمدن گفتم در دل نمونه. گفته یک بار ای حال احوال همون میمون خبردار شم. رفتم باغ حیوانات میمون دیدم. در باغ حیوانات در پشت پنجره بود. طرف بیزب نگاه کرد و گفت که تشریف او کاری خوب نکردی. اون نواری دوره کودکی را در اینترنت پرتافتی تمام میمونا روی دنیا دید. به علم نگاه کرد. ای چشماش اشک ریخت. بعد من در دل گفتم که چی به کارهای بیزیب کردی؟ پشیمان بود. ای چشماش فهمیدم که میمون پشیمانه. در پشت پنجره سیگارت کشیده شیشته است. وقتی که با وطن برگشتم یک روز در یک کانال خارجی دیدم که همون میمونی که در خطای بود برای سیگارت کشیش از همون باغ حیوانات سمالیات قطعی میبرنش در یک باغ در همون جنگل آفریقا به پاراشوت میپرتوین. وقتی که سمالیات میپرتونش میمون در زمین میزنه در پیش همون روزانه جنگل میزنه. روزانه جنگل سیاه‌پوستا میزنه. ببینید چه خیلی همون میمون عذاب میتن مسخرش میکنه. احوالش بسیار بده. Hey, lady, yo, bite, don't come to the mic. Hey, buku, no. Kamu jangan. Kau wena. Kau boleh lari. Kau mimpi. Kau wena. Ah! Oh boy, mata boy. Maro bosan. گفته مردک شای حیوانات شیره. بعد این واقعات تمام حیوانات میمون گوش میکنن تا تیراش تمام شده نه. بخشیده به سال جوانان و سال نو میلادی 2018 نخستین کنسرت گروه امیده در کینوتئاتر وطن شهر دوشنبه تحت عنوان فریاد عشق برگزار می‌گردد. محفل‌آرای بزم هنرمندان جوان و امیدبخش اسفندیار میرزا و خورشید کریمزاد و همچنین مهمانان بزم ایدانه نجمیدین قلندر، الهام مرادو، دلشاد نمازعلی، مرزونه محمدزاده، فرختی مراد، پیروز زفرزاد، اهلیدین اسامیدین از گروه شکرخند، دانجوان از گروه عربشا کمپانیا، انوری مجید و دلشاد رحیموف از گروه خنداخند. تاریخ 24 دکبر ساعت 13:30 در کینوتئاتر وطن. سرپرستاران بزمی کنسرتی گروه امیده و قربان نگمت چیپته ها را تنها از خزینه کینوتئاتر وطن دسترس نمایید. تلفن ها برای تماس و معلومات 904 17 33 77 907 17 17 56
مرحمت به کنسرت فریاد عشق. بینندگان عزیز، شما جیمز کامرون کارگردان مشهور دنیا را میشناسید که انا کینوی تیتانیک فیلم اواتار را بنوار گرفته بود که زیاده 7 میلیارد دلار انا اواتار فایده آورد به بودجه همین کیناستودیا. شما دربارش با خبر هستید، تماشا کردید و کینو حلاوت هم برده اید. جیمز کامرون یک فیلم نو بنوار گرفت با نام حمله مرغان، از طرف کیناستودیوی پارامونت پیکچرز بنوار گرفته شده است. شما میتونید روزهای نزدیک یعنی که سال 2065 در کینوتئاترها تماشا کنید. حالا بینندگان عزیز، از همون کینوی حمله مرغان یک پارچه‌اش رو آماده کردم که شما میتونید تماشا کنید. خب بینندگان عزیز، در دوام فیلم علمو کودک یک 2 سال کلان که میشوه در یک مرخانه امو خروزی که در دور کودکیش عذابش داده بود امو را میبینه و آستا مهینانه اوستا کارانه میخواه که از امو خروز قصاص بگیره. در دوام فیلم همین بچه ننگ میکنه، ناموس میکنه، همسایش فقط تنه میکنه که خروزک شما را زد. بی پدرش یک آپل داره، آپل میفروشه، میره طرف امریکا. در زلی کانور مگرگر 1 سال مشق میکنه، تمام اصولا را میآموزه، میپره میاد تاجیکستان، خطی همون خروز یک به یک میبرویه. خب بینندگان عزیز، اصولای کانور مگرگر فایده نمیکنه، آپل پدر برباد میروه، این بچک ننگ میکنه، میروه پیاده طرف خیتای استاد بروسلی نمیروه، اونجا خیلی مشق میکنه، اصولای کنفو را یاد میگیره. با برگشتن میآیه طرف همین وطن، میروه انا پیش همون صاحب خروز، میگه خروزا بگو بیایا، یک به یک میزنم. صاحب خروز میگه که ما خروز کلش گرفتیم، آش کردیم، زدیم، خروز نیست. بینندگان عزیز، من خاطررسانی میکنم که نمایش دومی برنامه روبرو از تقدیم استودیوی کران فیلم من تشریف خلیلوف هستم. بینندگان عزیز، نواری که از ما پیشکش شما میگردونیم درباره دزدای گرم میره بدر کنیم که بسیار گرم. پیشکش شما میگردونیم درباره دزدای. این حال در تمام سوپرمارکت ها همون کامرای نظارتی که در گوشهاش آویزان هستن نصب کردگیان، بسیار کار دزدا را دشوار کردگیان. انا وقتی که پشت کامرا که نبود دزدک پلیس میخپید، 100 قسم میخورد که نکردم، وجدان انسانیم نکردم، به خدا که نکردم. نه که کامرا برآمده و قسماش به کار نمیره. با چی خاطر؟ به خاطر که کامرا چهرهش گرفتگی کو. دزدا را و شستی پیشینه‌شون نیست، قشاق شدن بیچاره گیشنه. الان کامرا بسیار ضرر رسون، فقط الان دزداده. خیلی ببینین خانومه چه خیلی دزدی میکنه. راستی گپ عقل آدم راست نمیگیره. اگر همین کامرا که نمیبود آدم یک جا میفهمید که همین خانم هم خیلی دزدی بکنه. اگر همو
камера намебуд ақли одам рост намегирифт ки анаму хонум аму қутиҳои об аз зиёдаи 15 дона дора чихел дар тай кирташ ба ҷо мекунад ҷога мекунад ҷо мета ақли одам рост намегира. аввал шумо бодиққат бошед, аввал дастша тар мекуна дар он таҷҳизоти ҳаст ки мешака яъне мемола баъду коробкара мебина и олимо ақлш намегиранд ки қутира уҷа чӣ қапидак аз таъсир ами камераҳо инсонҳо ҳидоят меёбанд. як бародари ҳиндустони раби дар вақти дуздӣ анами камераҳои овезон дар навор меғалта анами баъди ами дуздиш қасам мехӯрад дар пеши аму камераҳо дар пеши чи қасам мехӯрад ки дига ҳаёти дорум дуздӣ намекунам гӯшоша то мета мегӯяд тоба кардам бараш рост мерава ҳидоят меёбад. بینندگان این نواری برادر هندوستانی که در سایت اینترنتی پخش میشود میلیون دزدا میبینه. دزدا که میبینه هدایت مییابند، راه راست انتخاب میکنند، نان حلال میخورند. این برادر هندوستانی اینقدر زاله و تولا میکنه در نزد پلیسا که دیگر تکرار نمیکنم، دیگر جنگ نمیکنیم، دیگر دزدی نمیکنیم. پلیس به گپای باور نمیکنه، میگه اگر رو کامرا که نمیبود تی کارت دوام میدادی. خلاص که به گپی دزد انا مقصد باور نمیکنه، دزد دیپورت میکنه، دزد میاد به تاجیکستان. انا دیگه دزدی را بس میکنه، راه راست پیش میکنه. کم کم هنر سراندگی که داره در دلش شوق و هوس داره، اینا اوزی حافظ شده است. اینا توی تاجیکی را آباد کرده گشت است. السلام علیکم السلام ایدو کئی آرو ہے پیا السلام علیکم السلام ایدو کئی آرو ہے پیا مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک خوب بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان نمایش دوم برنامه راهبرا که از طریق استودیوی کرانفیلم پیشکش شما گردید. برنامه راهبرا را شما می توانید هر هفته در فرجام سلسله فیلم عالم کودکی تماشا کنید و حلاوت ببرید. برنامه را با سرود برادر روزبان که به زبان تاجیکی برای بچهای درواز می‌سراید به فرجام میرسونیم. خیر تا برنامه آینده، خدا نگهبان. شعر درواز برای بچهای دروازی خریب چاره بگرده گپش کاکای
من زی دروازم و از موک کوچ روازم موک دروازم من بطای میری کار بوتی تو پردازم موک دروازم تو سرونی تو سودان مونیس کمروزم موک دروازم من با کوخ و کمر و دشتی تو مینوزم موک دروازم درواز چون شمالی مایستر دورم بیا یادی قربانت شوم من سلای شک و نازی کرد خدای ابروی شفتگی سلیمانای بیا یادی قربانت شوم من شک برآمد با شکوه تگی پیدوری کتوره بیا یورکی قربانت شوم من میشه آماده کرد خیلی مبارک شد مبارک شد آره آماده کردم زن گرفتی؟ همین قخته ترش کدگی که آدم زن گرفت کمتر میخنده کمتر خشنده میکنه همسایه پرابلم دارم پرابلم زندگی این پرابلم را بگو پرابلم هموچانی نداره خیلی پرابلم اما جدیه خونه نیست که زن گرفتیم خونه ندارم این جورا با این جورا اون جورا با این جورا دل ما گرفته همین هم پرابلم باشید ساده بوده ای خدا چی باید؟ دامادای بازیره بازی داما فهمیدی؟ چه؟ زنه که گرفتی برای تا تیج نده در این خونه اصلا زنده کبنگ رو خوی اکا زرد نصیحت کردی خیلی چی؟ برادر این همین خسوری من که تا حاضر در خانه خسر شد